سرودهای من این صدای قلبی من، این درد و احساسی من، صدای تپش دل من است. از خردی سرودهای هندی را بسیار دوست می داشتم و این باشد به ایجادات من یک تأثیری مثبت خود را رساند و این بود که رویه هندو را من همچون یک مکتب به خود قبول کردم. وقتی که در اجرای آوازخوان‌های مشهور هند و مانند محمد رفیع، کشور کمار، مهندرا کپور، مکیش، لتا منگیشکر و غیره ها سرودها میشنوم، خود را در یک عالم افسانه‌ای احساس میکنم. وقتی که من به سرودن ترانه‌های هندی شروع میکنم، کوشش میکنم که سبک و اسلوب ترانه‌های هندی را رعایت نمایم. این باشد البته از من زحمت بسیار را طلب میکند. با این نگاه نکرده کوشش میکنم که در وقت سراییدن ترانه‌های هندی یگان کمبودی اسلوبی ظاهر ننمایم.